زبانی حق شعاری به زبان باش، نشانی وارثانی به نشان باش. علمبردار روخی سربرندام، به کجای دعای مادران باش. عزیزی ما عزیزی صد جهان باش. همایون شاه دانایک و خوشرویکی من، 8 سالگی روز مولودت را با یک جهان آرزوی و امیدها تبریک گفته از یزدان پاک شیرین ترین لحظه های کودکی را تمنا دارم. آرزوی آن را می کنم که نگهبانت خدا باشد، پناهت مصطفی باشد، حبیبت جلد قرآن و حیاتت به صفا باشد. همایون شاه من از بودنت بسیار هم ممنون و خرسند هستم. شکرانه خدا را می کنم امروز که جشن 8 سالگی مولود داری. برای تو که فرزندی بی‌بهای من هستی، فرزندی یک و یگانه من هستی، از نام من این مصرع ها را قبول کن. بقای عمر انسان است فرزند، و جسم آدمی جان است فرزند. نبینی نعمت نایاب از او، مکافات ز یزدان است فرزند. به مهر و با ادب گر پروریدی، به هر دردی تو درمان است فرزند. صفای قلب و آرامی خاطر، مثال نور چشمان است فرزند. دمی ناراحتی خرسندی بخشد، امیدی سبز انسان است فرزند. ز دستانت بگیرد فصل پیری، عصای دست لرزان است فرزند. همایون شاه من، تو در دم پیری عصای دستان لرزان من هستی، در دم جوانی امید و ارمان و آرزوهای من هستی. تا هستی من برای تو خدمت کرده، برای رونق و رواجیابی تو خدمت میرسانم. میگویند مادر عزیزشان زهره آیتی از شهر مسافرت، بهر جگربند، بهر فرزند فرزانه عزیزی خود. روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. السلام علیکم بیننده های عزیزی ما، سلام میرسانیم به هر یک شما. من امروز آمادم برای تبریک کردن همایون شاه که امروز سالروز دارد. از نام مادر مهربانشان زهره آیتی این لحظه های خرسندی را مانند همیشگی همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم پدر و مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان خانواده عبدالله بابا اعتبار خلند. هر یکی شما را به امروز روز خرسندی و زادروزی همایون شاه خوش آمدن میگویم. از نام خواهر عزیزم که در مسافرت هستند، از نام زهره آیتی، نیت های نیک را، سخن های تبریکاتی رو به هر یکی شما میرسانیم. گفتم که از دیدارشان البته خرسند و شادم که در روز زادروزی فرزند یگانه من، بر روز زادروزی پهلوان خاندان ما، مهمانان ما آمدن، به هر یکی آنها خوش آمدن میگوییم. کیفیت اعلا و البته اشتهاهای خوش را از زبان ما رسانیم تا حاضر صحبت کرده ایستادیم. البته میخواهیم تبریکات خود را آغاز کنیم و باشد به نزدمان عبدالله بابا، همایون شاه و اعتبار خاله را تکلیف میکنیم. مرحبا مرحبا. عبدالله بابا زادروزی نبیره مبارک، زادروزی پهلوان دوامچین سلاله همایون شاه. چند ساله شده امروز؟ 8 ساله. چندم سین شده؟ 3. کلان شده چی میشی؟ میرسم.
همه یک قرصک بزنیم برای میلیسیانه میلیسیه های تیار برای کادرهای تیار برای ما میلیسیه شود خدا خواهد نامبرداری آنجان و باباجان مادر مهربانشان شود جرایدیم چقدر که نیت‌های دارن از بسیار همین فرزند عزیز و اصیلشان ببینن هر یک آن مهنت‌های حلالی که کردن بگذار در وقت پیری الها همیشه حلاوت این خیلی فرزند رو بینن ببینیم امروز روزی خرسندی بوده است امروز روزی خوشبختی بوده است عبدالله بابا تا آمدن همراهی زهرایتی صحبت کردیم گفتن که برای پدرم برای مادرم اعتبار خاله نیت‌های نقص و رحمت مرا رسانید که من چند سالها باز در مسافرت در شهرهای خارجی هستم فرزند مرا از من هم زیاده کرده به وای رسانده ایستادند از من هم مهر و محبت زیاد داده ایستادند برای مهربانی خانه ما برای شانستون خانه ما برای پدرم برای مادرم همه نیت‌های نکویتان را رسانید بگذار همیشه در سر ما سایبان شده کردن هیچ وقت درد و غم را نبینم من فخر میکنم فرزند این خیل مادر هستم فرزند این خیل پدر هستم ما را از هیچ کس کم نکرده با مهنت‌های حلالشان بالای رساندن من حاضر هم فرزندهای من و کتاب پند و اندرس ها هستند امروز برای همایون شاه رسانید که ای پسر کن جهد در راه ادب از پی دانش بشو تو روز و شب عقل و دانش زینت انسان بود هم چراغ در ره ایمان بود هر کی باشد در نظرها معتبر دان کی باشد از دانش باخبر کاری دنیا گردشی سیاره است عاقلان را در جهان صد چاره است به سواد در عمل کوشد اگر کاری او آرد به مردم در بیسر بگذار همایون شاه در آینده یک پهلوان شده انسانی نکونام شده خودشان گفتن برای میلیسیانر یا یک دیرکتور شده صاحب معلومات عالی گردد و فخر آهلی که عزیز ما باشد همیشه از پیشش فخر کرده بابا جان عزیز الان وقت بایم توی نکاحیش بایم الان وقت ما کلیم پاشا آمده در اطراف شما در اطراف خاله جان عزیز ما اعتبار خاله پروانه شده گردن و بابا جان آنا جان چای کبود می چای سیاه می گفتن عدس کلیم نبیره کلی چای نشیدن نصیب کنند امروز بس می زیبا مبارک بگذار همیشه مانند امروز سرسبز و خرم شده گردید حاضر برای این پهلوان برای مهمانان خوش آمدید میکنیم برای همایون شاه نیت‌های نکویتان رو برسانید مرحبا اول السلام علیکم مهمانان مونا حرمت کده همین در گوگو اومدگی و تنبال احمد نبریم با ایلویم عقلی دستو عمری دراز من اینجا روی سواگیم بیم هم موشون با سلامتی هم موتون شتگی و با خوش اومده نوری دیده توجی سر میگم رحمت آمده کنده رحمت مبارک باشد امروز روز فرصتی را مبارکباد میگویم از جامعه زهراویتی از جامعه فرزندانشان همچون رمز تشکر برای اعتبار خاله یک دستگل زیبا را تیار کردن مرحمت برای آنا جان برای مادر مهربانی خاندان میسپارند مرحمت مبارک باشد البته برای همایون شاه توفه های ارزنده و ثروتمند داره مرحمت قبول کن بگذار در آینده صاحب علم و معرفت مدنیت گردد مبارک باشد مبارک باشد عکسای از جوانی تا حاضره امروز پهلوان خاندان همایون شاه زادروز مبارک حاضر برای همایون شاه یک تا شیرینی زیبا تورتی شیرین را تیار کردیم اما ما یک جای میبریم از آن تناول میکنیم مرحمت تا پیش شما نزدیکتر بیاریم تورت را کیلومتر شماده بریم درگاه آیتیم
الهی همایون جان صد بداره هم وقت سال سلامت گرده خدمتگاری پاچو اپام شروع خوش آمدی اگر کتون رحمت مرحمت تورتا را تیار میکنیم از آن شیرینی یک جای میبریم Happy birthday to you. Happy birthday to you. مرحمت همه ما یک جای نیت کرده جیره شوش کردی همایون شا یک تا شمسه پف میکنیم کنی شمسه پف کن ای مبارک باشد مرحمت یک تا بابا جان یک جای نیت کرده میبریم Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. زادروز مبارک مبارک باشد Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. مادران مهربان بار دیگر به هر یکی شما خوش آمدن میگیم البته امروز روزی خرسندی است بزم زیباست یک جای در همین طرف خانه زیبا با افتخار همایون شاه برقصیم خرسندی میکنیم امروز بزم را با درجه اعلی میگذارانیم بار دیگر خوش آمدن میگیم زادروز مبارک مرحبا
السلام علیکم مهمانان عزیز مشتبه‌های محترم، من همه شمایان را و درگاه خواهرک عزیزم اعتبار و بچه‌های من و بچه خوش آمدید میگم. هر قدم هایی که مانده آمدید نوری دیدن تاج سر. من از این فرصت خیلی مناسب استفاده بودم فرزندک عزیزم همایون شاه را و جشن 8 سالگیش تبریک گفتم. تمام خوشی های آدم و عالم رو برای همایون میخواهم. چی آرزوی نیتایی که از جوانی در دل دارد الهی از درگاه خداوند
تصدیق شود جامعه عمل باشد. برای همایون من همه روزهای ناز رو میخواهم. زورا جان، تو من امروز که در مسافرت هستی، تو را هم با زادروزی فرزند عزیزت تبریک گفتم. برای تو تمام خوشی های آدم و آدم رو میخواستم. این مهنت هایی که تو برای فرزند خود کرده ایستاده الهی، فرزند عزیزت در پیری دستگیری تو باشد. این مهنت هایی که تو کردی 10 برابر زیاد از طرف فرزندت برای تو گردد الهی. من از نام همایون برای زورا گفتنی هستم. مادر جانم، مادرم، خیلی دوستت می‌دارم. برای من یگانه مهر تو در این خانه. همه روزهای نقطه که برای آدمیزاد هست من برای تو میخواهم زورا، چون که تو همین چیز بر لایق هستی. تو برای فرزند خود، برای من پدر مادر خود مهنت کرده ایستاده ای. همه‌اش الهی از طرف نفسی برای تو گردد. اعتبار زادروزی نویره عزیزت مبارک. برای تویم، برای من پوچایم تمام خوشی های آدم رو میخواهم. چی ارزی نیتایی که داری الهیم جامعه عمل باشد، چی ارزی نیتایی که من حاضر وقتی یاشی و تو برای نبیرگانی خود قیسی الهیم از نام همین نبیره ها در تو 10 100 برابر زیاد شده گردد. من باوری کامی دارم این مهنت های تو را زورا هیچ وقت از خاطر نمیبرارد، هیچ وقت هم خیلی به جواب نمیموند. من باوری دارم این روزها حالی 10 برابر روزهای خورسندی شده برای تو باز میگردد. من از نام زورا جان برای اعتبار گفتنی هستم. بهاری به خزانی من توی مادر، توی مادر. بهاری به خزانی من توی مادر، توی مادر. جهانی به کناری من توی مادر، توی مادر. در این دنیای بیمیری و نادانی که بنیاد است یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. الهی خواهرک عزیز مهربانی اهل اولاد ما، حقیقتا هم اولاد دوست مهربان تا ابد تا دنیا باشد تو باشی. این مهنت هایی که تو نسبتی اولاد کردی همون به خدمتی تو کلام برای مادر من، برای خواهرکای من، برای خاله و برای همه اولاد ما خدمتی به هم تا دولت الهی همه‌اش روزهای نحس، روزهای خورسندی اعتبار گردد. برای دقتتون رحمت. باز یک بار دیگر خوش آمده. مادرم جان و دلم به تو جهان را چکنم، اما مهرم با دیر من دیگران را چکنم. رحمت دیجم. مولکا سلسلسا رحمت. یاد ببینم رهایش کن.
یکتون ساخت باشه سلامت باشه شتاوری که علیشیر گفتمون همه ایدی قربانی اومده که هم باتون رو تبریک میکنم اویلاتون با موفقیت هم یکتون ساخت باشه سلامت باشه رحمت عبدالله که بار بیرون کمپانی رستمخوا همدمخوا بریدن گفت ما بریدیم رحمت
بیننده های عزیزی ما، این بودن یک لحظه خرسندی زادروزی همایون شاه خردک که امروز پر از احساسات، پر از تحفه ها، پر از آن لحظه های خرسندی برگزار کرده پیشکش شما کرده. مانند همیشگی، مانند هر روزه با ما باشید. با شبکه شهنام صحتمند و سربلند خود را احتیاط کنید.